اما تمام شما عزیزان در هر کجایی که هستید، امیدوارم که دور صحتمند و سرحال باشید و دور از آفات کرونایی که در این روزا شما میفهمید دوستا و شما هم با خبر هستین که کرونا بسیار زیاد شده و تعدادش هم از 39 میلیون بالا رفته و این درست نمیدانیم که حالا تعداد از این هم دیگر بیشتر میشه و یا هم کاهش پیدا میکنه. و یکی از اون کشورهایی که سخت در حالت قرنطینه هستند کشور روسیه و خصوصا شهر مسکو هست که اینجا هم کرونا آمارش روز به روز بلند رفته میره و همگی قرنطینه هستند. تنها کسایی میتونن از خانه برای که مثلا پشت سودا برن تا مغازه یا کسایی که سگ داشته باشه که سگ خود تا 100 متر اجازه دارن که اونا بکشن به پارک اینا و یا کسایی که هم طفل داره و یک قانون هست که اینا در این روزا کشیدن به خاطر که مردم زیادتر در خانه بمانن به دلیل اینکه کرونا زیادتر شده. شما هم شاید از خبرها می‌بینید و با خبر باشید و کسایی که میخواد به جاهای دور برن با اونا یک ورق کارست یا هم گفتیم شما اجازه نامه که لازم است اونا او را داشته باشن بخود تنها البته کسایی که به کار و جاهای میرن و کار مهم دارن. و فراموش نکنیم ناگفته نماند دوستان عزیز که متاسفانه تعداد کم از افغان ها هم تا فعلا در اثر بیماری کووید 19 جانهای شیرین خود را از دست دادن و بعضی هایشان فامیلایشان هم اینجا است و بعضی هایشان فامیلایشان در افغانستان است حتی تا حال خبر هم ندارن. و ما امیدوار هستیم که این آفت بزرگ و بسیار زودی از سر تمام ما شما دور شود و دوباره بتانیم به زندگی نرمال خود ادامه بدیم و ما هم بتانیم از شهر مسکو زیبایی های مسکو و تصویر بکشم با شما، البته با بسیار برنامه های زیبا، چون قسم که شما هم میبینید بسیار این فصل زیبا میشه مسکو نه بلکه تمام کشورهای غربی هوایش خوب مرطوب میشه و شما میتونیم که امروز فامیلای خود به هر جای در میله و چکر و اینا بریم. پس ما هم امیدوار هستیم که شما بتونید بسیار خوب خود را حفظ کنید تا اینکه همین موضوعات را که به خاطر کرونا همه روزه از رسانه ها ما شما با خبر میشیم و میبینیم حفظ الصحه را خوب مراعات کنیم و زیاد از خانه نبریم، در خانه بمانیم تا اینکه این مرض کاملا گم شود و از ما شما دور بره و دوباره بتونیم به زندگی نرمال خود ادامه بدیم و گشت و گذار کنیم. کسایی خصوصا در کشورهای غربی زندگی میکنن فعلا بسیار یک فصل زیبا هست و ما هم بتونم از شهر مسکو و از زیبایی های مسکو از جاهای تاریخی و فرهنگی و تفریحی به شما برنامه های زیبا آماده کنم. پس چینل خبریال.com را یوتیوب را سابسکرایب و لایک کنین و برنامه های ما را هم همیشه از صفحه فیسبوک بیننده باشین تا برنامه های بعدی الله یار و مددگارتان.